چهرهشون بدون پوشش نمایش داده بشه تا اگر شوکات دیگری، شاکی‌های دیگری هم هستند بیان و شکایتشون رو از ایشون ثبت کنن. فعلا چیزی که ما دیدیم 10-15 نفری اومدن حضوراً شکایتشون ثبت کنن. الان این خانم هم که اینجا حضور دارن یکی از شوکات این پرونده‌اند. خانم چه اتفاقی افتاد؟ چه آسیب‌هایی دیدید شما؟ من صورتم رو عمل کردم که یه طرف صورتم کج شده تو رفته، یه طرفش بیرونه. عمل ابدو کردم که یه طرف شکمم ورم کرده و دردای شدید. چند وقت از این قضیه گذشته؟ الان 9 ماه گذشته، هنوز من درد دارم. بعد از اون چند بار مجبور شدید عمل جراحی انجام بدید؟ عمل صورت رو 2 بار انجام دادن. قبقب رو 1 بار انجام دادن. یه طرف صورتم هنوز چربی داشت، کج بود. گفتن تو عمل دوم درست میشه. جراح پلاستیک معرفی میکرده، عملهای متعددی رو روی چندین نفر انجام داده. بازپرس پرونده هم در اینجا حضور داره و این موارد رو تایید میکنه. به خاطر همین قرار شده که چهرهشون بدون پوشش نمایش داده بشه تا اگر شوکات دیگری، شاکی‌های دیگری هم هستند بیان و شکایتشون رو از ایشون ثبت کنن. فعلا چیزی که ما دیدیم 10-15 نفری اومدن حضوراً شکایتشون ثبت کنن. الان این خانم هم که اینجا حضور دارن یکی از شوکات این پرونده‌اند. خانم چه اتفاقی افتاد؟ چه آسیب‌هایی دیدید شما؟ من صورتم رو عمل کردم که یه طرف صورتم کج شده تو رفته، یه طرفش بیرونه. عمل ابدو کردم که یه طرف شکمم ورم کرده و دردای شدید.